این ویدیو رو میگیرم که در جریان باشید اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد ما گم و گور شدیم و اینکه هیچ کس به جز ما اینجا نیست. خدا رو شکر جاده بازه. آخرین کمپ 403 ما. آفتاب کلوپی رفت پشت کوه. اگه اهل سفر هستین و کمپینگ و دوست دارین سفرهای یک روزه یا چند روزه من به طبیعت رو دنبال کنین، این کانال رو سابسکرایب کنین تا با هم همراه بشین. دوستان برای کلاس های مهارت آتیش روشن کردن توی برف عدد 5 رو کامنت کنید. ببینید که در دل برف زیرش هم هیچ چیزی نیست. در دمای -7 درجه من و دستاوردم رو میبینید در دل برف. همونطور که میبینید جاده از طرف یخ زده و کوههای اون سمت رو بهتون نشون میدید. هیچ کسی نیست. تشریف بیارید. چون ما فکر نمی کردیم اینجا انقدر برف اومده باشه، شلوار رو برفر ولی عوضش این دستاورد منه. در دمای -9 درجه همونطور که میبینید تو دل برف اینو درست کردم. برنامه بعد خدا نگهدار. هیچ کس اینجا نیست و این وضعیت جاده است. همین شکلیه جاده، این شکلی. بعد فکر نمی کردیم که اینجا هم انقدر برف اومده باشه، ولی خب بریم یه ذره طبیعت اطراف رو هم ببینیم.